سالروز عید رستاخیز عیسی مسیح رو از مردگان به همه شما عزیزانم تبریک عرض می کنم و دعای من این هستش که قوت این رستاخیز در روزهایی که در پیش دارید تمامی اون جاهایی رو که در زندگی شما بی قوت مرده هستش زنده بکنه، به اون زندگی که از خود خداست. چنانکه خود مسیح هم میگه من آمدم که شما حیات یابید و آن را به پری دریافت کنید. هفته گذشته ما سالروز آخرین هفته‌ای که عیسی مسیح در روی زمین داشت رو داشتیم جشن می‌گرفتیم که انتهای اون هفته با مرگ او در روی صلیب و زنده شدنش از مردگان خاتمه پیدا میکنه. مردم اغلب میپرسند آخه چه لزومی داشت که مسیح بمیره؟ چرا به این شکل؟ حتی جلوتر میرن و میگن که چرا آخه فقط عیسی؟ چرا افراد دیگه نه؟ چرا پیامبران دیگه نه؟ عزیزان من، حوادثی که در زندگی عیسی اتفاق میفته از همدیگه جدا نیستن، همهشون به هم مربوطند و مربوط میشن به بزرگترین نیازی که بشر در زندگی خودش داره، چیزی که دینها و فلسفه‌های مختلف دائم سعی دارن یه جورهایی این حقیقت تلخ رو ندید بگیرند. ببینید، بر اساس کلام خدا که الهام خداست از طریق روح القدس، ما متوجه میشیم که خدا انسان رو آفرید و او رو به شکل خود آفرید. خدای کتاب مقدس خدایی است شخصیتمند و خدایی است در رابطه، چرا که در ذات واحد خود سه شخص متمایز ولی متحد رو داره که این شخصیت‌های متمایز ولی متحد رو در واژه‌های پدر، پسر و روح القدس می‌بینیم. مسلماً سه شخص بودن خدا وحدانیت ذاتی او رو خدشه‌دار نمی‌کنه. زمانی که خدا انسان رو خلق میکنه، انسان رو هم شخصیتمند خلق میکنه که از صفات شخصیتمندی خود خدا برخوردار هستش و قابلیت ایجاد رابطه دو طرفه رو داره. این اون چیزی است که عزیزان بشر براش آفریده شده، بهره‌مند شدن از رابطه دو طرفه‌ای که با خدا به توسط روح حیات که روح خود خداست به شکل ابدی در او ساکن شد در ابتدا. پس انسان موجودی است که ابدی آفریده شده به صورت خدا، ولی انسان بر اساس اراده آزاد خودش که در این رابطه ازش برخوردار بود تصمیم میگیره که دیگه در این رابطه با شرایطی که خدا میطلبه نباشه، بلکه با شرایطی که خودش تعیین میکنه و همین امر هم او رو در وضعیتی میندازه که در اون وضعیت میبینیم که از خدا نااطاعتی میکنه و رابطه خدا و انسان قطع میشه و انسان در اون وضعیتی که درش قرار گرفته میبینه که از درون آلوده است. مسیح فرمود که چیزهایی که از بیرون میرن به درون انسان رو آلوده نمیکنن، بلکه چیزهایی که از درون میان بیرون، افکار بد، آن چیزهای بد، تمامی اون افکار شهوانی، تمامی اون حسادت ها، تمامی اون چیزهایی که در درون بشره، اوناست که بشر رو آلوده میکنه. بشر خودش رو در وضعیتی پیدا میکنه که از درون آلوده است و میبینه که بدی بر ارادش حاکمه. میدونه خوب چیه ولی قدرت انجام نداره، میدونه بد چیه ولی قدرت این که انجامش نده رو نداره. بین او و خدا جدایی افتاده و بالاتر از همه مرگ بر سرنوشتش حاکم شده. این وضعیت رو کلام خدا اسمشو گناه میبینه. پس ببینید که گناه عمل نیست، گناه وضعیتی است که انسان توش قرار داره و در چنین وضعیتی عزیزان انسان دشمن خداست، به خاطر ذات قدوس خدا که به هیچ عنوان انسانی رو که در این وضعیت قرار داره قدوسیت خدا نمیپذیره و انسان اگر بخواد با او نزدیک بشه قدوسیت خدا او رو میکشه.
میخواد آدم خوب باشه، میخواد آدم بد باشه، میخواد آدم دیندار باشه، میخواد اصغر قاتل باشه، فرقی نمیکنه. همه نسل بشر در این وضعیت قرار دارند. مسئله عمل نیست و قدوسیت خدا یک چنین انسانی رو میکشه. ولی تمام پیام این نیست. خدای کتاب مقدس خدای محبت هم است و محبت خدا او رو به این میکشونه که بشر رو هم که خودش رو این چنین به کام یک چنین هچلی انداخته به وضعیت گناه نجات بده. و اینجاست که خدا نقشه نجات بشر رو میچینه و اونو چنان میچینه که قدوسیت ذاتی خدا به شکل درست راضی بشه و عکس العمل از خودش نشون نده. بشری که برای ابدیت و رابطه دو طرفه‌ای با خدا آفریده شده بود عزیزان، ابدیت خودش را از دست داده بود و برای اینکه ابدیت خودش رو دوباره به دست بیاره قدوسیت خدا طلب میکرد که جایگزینی درست و مناسب براش فراهم بشه و اگر لازم هم بود که ابدیت خودش رو به دست بیاره، این جایگزین که قراره به جای او بمیره لازم هستش که خودش وجودی ابدی باشه و متاسفانه چنین شخصی در میان انسانها وجود نداشت. حتی خوبشان هم که بگیم پیامبران باشن، خودشون اسیر وضعیت گناه بودند. برای همین هم هست که خود خدا تصمیم میگیره که بشر بشه و برای وضعیت گناه انسان جایگزین باشه برای مجازاتش و خودش رو فدا کنه. ولی این جایگزین، این قربانی باید شخصی درست باشه. لازمه مثل آدم پیش از سقوط که ابدی بود ابدی باشه و هیچ امری این ابدیت او رو از بین نبره. برای همین هم عیسی به توسط روح القدس از مریم باکره جسم میگیره. از این رو هم در اون وضعیتی که بقیه انسان ها درش متولد میشن، یعنی وضعیت گناه، دیگه قرار نداره. در این عیسی ذات الهی و ذات بشری به طور کامل درش قرار داره. عیسی کاملا انسان و کاملا خدا. این عیسی 33 سال مثل یک بشر زندگی میکنه. از تمامی تجاربی که یک بشر ازش رد میشه ولی بی هیچ گناهی. بله، آن قربانی درست لازم داشت که در زندگی خودش هیچ گناهی مرتکب نشه. یادتون بیاد چطور دشمنانش میخواستن که در زندگی او یک گزکی پیدا کنن و هیچ کدام به هیچ عنوان نتونستن حتی کوچکترین گناهی رو به عیسی بچسبونن. این عیسی که میبایست جایگزین درست باشه باید عملاً جان خودش رو فدا میکرد. ببینید که بهتون گفتم که این عیسی که کاملا خدا و کاملا بشره باید به شکل واقعی بمیره. عجیبه، هیچ کس دیگه نمیتونست جای او رو در روی صلیب بگیره. هیچ پیغمبری، هیچ امامی، هیچ انسان خوب و نیکویی. و میبینیم که عیسی جان خودش رو در روی صلیب فدا میکنه. صدای ناله او رو روی صلیب به یاد بیارید که میگه الهی الهی چرا مرا ترک کردی؟ خود این نشون میده که روح خدا چطور او را زمانی که گناه بشر رو به گردن داشت ازش رفته و زمانی که تاوان گناهان بشر بر او هست عیسی تنهاست. ببینید زمانی که عیسی در این وضعیت درست جان خودش رو فدا میکنه، قربانی درست در حضور خدا برای اینکه قدوسیت خدا که عدالت میطلبه اینو طلب میکنه، دیگه نجات برای بشر آمده است. نجات برای بشر حاضره. ولی ما از کجا میتونیم مطمئن بشیم که نجات واقعا برای بشر فراهم شده؟
اینکه میتونه به وضعیت ابدی خودش برگرده، اینکه میتونه در رابطه دو طرفه با خدا باشه. خب اینجاست که زنده شدن عیسی از مردگان میاد وسط. زنده شدن عیسی از مردگان اینو ثابت میکنه. عزیزان، اگر عیسی از مردگان زنده نمیشد، به این معنی بود که او قربانی درست برای گناهان بشر نبود و قدوسیت خدا او را هم زد و کشت مثل هر انسان گناهکار دیگر. ولی میبینیم اینطور نمیشه. عیسی در روز سوم از مردگان زنده میشه. میدونید چرا؟ برای اینکه مرگ، دنیای موت، وضعیت گناه هیچ گزکی نداشت که بتونه او رو در خودش نگاه داره. او قربانی درست بود. برای همینم عیسی به قوت روح القدس از مردگان زنده شد و بسیاری شاهد زنده شدن عیسی مسیح بودند. عزیزان من، ما حالا کاملا اطمینان داریم که نجات برای بشری که در وضعیت گناه قرار داره آماده است و این نجات برای همه اونهایی هستش که به مسیح و کار او ایمان میارن، به عیسی مسیح و کاری که در روی صلیب انجام داد ایمان میارن. چه چیزی ثابت خواهد کرد که ما نجات پیدا کرده ایم؟ بعد از ایمان آوردن روح خدا در ما ساکن میشه و بین ما و خدا رابطه دو طرفه به وجود میاره. با ساکن شدن روح خدا در ما دیگر ابدی هستیم. مرگ جسمانی صرفاً تعویض آدرس، در یک چشم به هم زدن در حضور خدا خواهیم بود و در طول اون مدتی که در این حیات هستیم تولدی تازه داریم که این تولد از خداست، از انسان نیست. تولد تازه ما، تولد روحانی ما. عزیزانم، دعا می کنم که قوت قیامت عیسی مسیح تمامی زوایای مرده و بی قوت زندگی شما رو در خودش قوت ببخشه. روز رستاخیز مسیح مبارکتون.